هالک هوگان مورد. آره، ولی نه اونطوری که فکر میکنی. اما قبل از مرگش یه راز بزرگ رو پیش خودش برد. رازی که حتی طرفداراش هم نمیدونستن. هالک هوگان، اسطوره کشتی کوچ، کسی که دهه‌ها میلیون‌ها نفر باهاش زندگی کردن، امروز در 71 سالگی برای همیشه رفت. اما چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که او توی آخرین سالهای عمرش در انزوا زندگی میکرد. بدون نور، بدون دوربین، همون کسی که توی ورسلمنی تاریخ ساخت. همونی که توی دهه 80 آمریکا رو عاشق کشتی کرد. یکی از تنها کسانی بود که حتی خارج از رینگ هم الهام بخش بود، مخصوصاً با داستان بازگشتش بعد از مصدومیت‌های شدید. یه مصاحبه پنهانی ازش هست که هیچ وقت پخش نشد. جایی که درباره تنهایی، ترس از مرگ و افسوسی که تو دلش بود حرف زد و حالا که نیست. دنیا تازه داره میفهمه که هالک فقط یه قهرمان تو رینگ نبود. اون یه انسان واقعی بود، با ترس، با درد، با خاطره‌هایی که حالا فقط تو دل ما زنده است. افسانه‌ها. برای دریافت مراسم ترحیم هفته و 40 آن مرحوم کانال ما رو سابسکرایب کنید.